عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما دوستان گلم. امیدوارم هر جای دنیا که هستید حالتون عالی باشه. خیلی خوش اومدید به 21مین پادکست کانال یوتیوب V2_Learn. در این پادکست دوست دارم در مورد کشور تایوان صحبت کنم، اینکه چقدر مهمه در دنیای الکترونیک و چرا اصلا چین به دنبال تصاحب این جزیره کوچیکه. مگه این جزیره کوچیک چه اهمیتی داره که آمریکا ناو هواپیمابرش رو میبره میچسبونه به این جزیره و حتی حاضره که اگر چین وارد جنگ با تایوان شد آمریکا مستقیما دخالت نظامی کنه. خب مگه این جزیره چی داره؟ اول از همه که دوست دارم برگردم به سالیان سال قبل. حالا چون تاریخ ها رو به درستی خاطرم نیست، میتونم شما رو ارجاع بدم به اون پادکست معروف جنگ تریاک که داخل اون یکی کانال یوتیوب هم درست کردم، کانال V2، و اونجا در مورد چین صحبت کردم که چه اتفاقی افتاد از 1800 خورده‌ای تا همین الان و اصلا رابطه تایوان و چین چطوره. ولی حالا خیلی خلاصه اگر بخوام بگم، در سال 1923 بود که مائو و تیمش در چین به قدرت رسیدن و رقبای خودشون رو شکست دادن. حزب کمونیست چین بر سرزمین اصلی حاکم شد. اون گروهی که شکست خورده بودن فرار کردن، رفتن داخل یک جزیره که ما امروز اون جزیره رو به اسم تایوان میشناسیم. به خاطر همین اون سرزمین اصلی چین همیشه ادعای مالکیت روی تایوان داره، میگه این جزیره چینه و اون افرادی هم که اونجا هستن کسانی بودن که فرار کردن. با توجه به اینکه بالاخره تایوان یک جای صخره‌ای خیلی کوچیکه و هیچ منابعی هم نداره، تصمیم گرفت که از همون سالهای اول به سمت و سوی بره که در حقیقت ما امروز به اسم تکنولوژی بالا یا های تک میشناسیمش. یعنی رفت سراغ مثلا میگم تولید IC و قطعات الکترونیکی و داخل دنیا شروع کرد رشد کرد و امروز ما یکی از بزرگترین شرکت‌های تولید کننده IC و قطعات الکترونیکی رو در تایوان داریم که TSMC دیگه. اسم شرکت TSMC احتمالاً به گوش همه شما خورده. داستان به این شکل بود که اون زمان بالاخره زمان مائو بود با اون سیاست‌های کمونیستی که پیاده کرد و باعث شد که میلیون ها نفر در چین بر اثر گرسنگی فوت کنن و همیشه هم هی میگفت ما با غرب مشکل داریم و اصلا یه سری سیاست‌هایی رو در پیش گرفته بود که چین به این راحتی‌ها قوی نمی‌شد. اما زمانی که بالاخره هنری کیسینجر رفتش از آمریکا به چین و یک جورایی میشه گفت روابط دوستی رو برقرار کرد، حزب کمونیست چین از یک سری اعتقاداتی که داشت دست کشید و منجر شد به اینکه چین خیلی پیشرفت کنه، چون اون زمان چین بمب اتم داشت و اون کشور شوروی هم بالاخره رقیب آمریکا به حساب می اومد. آمریکا از این میترسید که بالاخره دو تا رقیب داشته باشه که حالا چین هم بره کنار شوروی و اونم که بمب اتم داره یه خطر دیگه به حساب بیاد. خلاصه اینکه آمریکا شروع کرد روابطش رو با چین برقرار کرد. اما این چین زمانی که پیشرفت کرد به این فکر افتاد که بیاد سراغ تایوان و این جزیره هم اشغال کنه که امروز همیشه میشنوید چین همیشه میاد هی محاصره دریایی میکنه تایوانو، هی شروع میکنه مثلا یکی دو بار موشک زد به ساحل تایوان و اصلا جنگ هر از گاهی بینشون به وجود میاد. اما هنوز منجر به این نشده که این کشور تصرف بشه به شکل کامل. که میگم حالا چینی‌ها اعتقاد دارن یه بخشی از کشورشونه، دروغ هم نمیگن، اما آمریکا و تقریبا 20-21 کشور دیگه تایوان رو به رسمیت میشناسن، چون چین اعلام کرد گفت هر کسی که تایوان رو به رسمیت بخواد بشناسه دیگه ما هیچ کاری باهاش نداریم، ولی خب زورش به یک کشوری مثل آمریکا هیچ وقت نمیرسه. این تایوانی‌ها در صنعت نیمه هادی و آیسی پیشرفت کردن و در دنیا اولن، یعنی حتی آمریکایی‌ها از نظر تکنولوژی با تایوانی‌ها یه چیزی نزدیک به 2 تا 3 سال فاصله دارن
کره جنوبی خیلی نزدیک شرکت سامسونگ، فاصلش تا شرکت TSMC در حد چند ماهه، میشه گفت تقریبا میشه گفت 5-6 ماهه. و خود کشور چین از نظر تکنولوژی هول و هوش تقریبا 4 سال 5 سال با تایوان فاصله داره. کشوری هم مثل روسیه بیشتر از 13 سال از نظر تکنولوژی فاصله داره با تایوان. به خاطر همین چون که تایوان اوله خیلی اهمیت پیدا کرده. حالا اهمیتش کجان؟ اهمیتش اینجاییه که در فناوری زیر 10 نانومتر، چون مثلا میگم الان یه آیسی که با فناوری 14 نانومتر ساخته بشه، آیسی های سال 2017 با فناوری 14 نانومتر بودن. این اگر مثلا یه شرکت دیگه بیاد بگه من این آیسی رو با فناوری فرض کنید 10 نانومتر میسازم، وقتی این فناوری 10 نانومتر میاد وسط، هم مصرف انرژی به شدت کاهش پیدا میکنه و هم این که باعث میشه قدرت پردازش زیاد بشه. این دوتا عامل منجر به این خواهد شد که بالاخره یه شرکت بیاد اون آیسی 10 نانومتریه رو بخره به جایی که بره سراغ آیسی که با فناوری 14 نانومتری ساخته شده. و اینا هی دارن این تکنولوژی رو پیشرفت میدن که امروز ما رسیدیم به 2 نانومتر. یعنی الان که من دارم با شما صحبت میکنم تکنولوژی 2 نانومتر اون لبه میشه گفت تکنولوژی قرار گرفته. الان که دارم این پادکست رو رکورد میکنم یک خبری رو داشتم میخوندم، نوشته که در سال 2022 تایوان تونسته 69% از تراشه‌های جهان رو تولید کنه که فناوری زیر 10 نانومتر دارن. ببین فناوری بالای 10 نانومتر الان دیگه جزو های تک خیلی به حساب نمیاد، چون چین میتونه تولیدش کنه و نزدیک به میشه گفت 7-8 تا کشور میتونن تولیدش کنن. اما زیر 10 نانومتر 69%ش در اختیار میشه گفت تایوانه و 31% دیگه‌ش هم یه بخش خیلی زیادش در اختیار کره جنوبیه، در اختیار شرکت سامسونگ بیشتر. خب یه شرکت مثل اپل داره چی کار میکنه؟ اپل سی پی یوشو خودش طراحی میکنه اما به شرکت TSMC درخواست میده که براش تولیدش کنه، یا مثلا به شرکت سامسونگ درخواست میده که تولیدش کنه. حالا ممکنه مثلا در فناوری 2 نانومتر شرکت TSMC 3 ماه جلوتر از شرکت سامسونگ باشه. به خاطر همین 3 ماه جلوتر بودن اپل ترجیح میده که مثلا در فناوری 2 نانومتر اون سفارشش رو به TSMC بده تا سامسونگ، همون چند ماه انقدر مهمه. یا مثلا حالا بحث تکنولوژی که میاد وسط، شما میبینی یه شرکتی مثل توشیبا درسته که کاراشو داره خودش انجام میده اما بعضی از آیسی هاشو داره در تایوان تولید میکنه. امروزه یه بخش زیادی از آیسی ها، حتی آیسی هایی که قدیمی تر باشن، در کشور تایوان دارن تولید میشن. درسته روی آیسی خورده توشیبا و توشیبا مربوط به ژاپن میشه اما محل تولید این آیسی ها در تایوانه. به همین جهت این کشور اهمیت خیلی خیلی زیادی داره برای آمریکا. حالا دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که اگر این جزیره توسط چین اشغال بشه، یه شرکتی مثل تسلا در تولید آیسی با مشکل روبرو میشه. تولید که نه، در فرایند خط تولیدش با مشکل روبرو میشه. یه شرکت مثل اپل در فرایند تولید گوشیاش با مشکل روبرو میشه. یه شرکت مثل مایکروسافت، مثل گوگل، مثل خیلی از شرکت‌های بزرگ دنیا چون نمیتونن به اون تکنولوژی بالا دسترسی داشته باشن با مشکل روبرو میشن، اصلا خیلی داستان میشه براشون. به همین جهت شما میبینی مثلا یک شرکت مثل اینتل چند ساله که داره یعنی چند سال زیانده هست، داره هی با ضرر تولید میکنه اما دولت آمریکا هی بهش پول تزریق میکنه که اینتل دچار ورشکستگی نشه و این شرکت رو سر پا نگه میداره که اگر یک زمانی تایوان رو از دست داد بتونه از اینتل یه جورایی استفاده کنه. یا مثلا میگم شما یه شرکت مثل توشیبا رو میبینی در ژاپن که این شرکت هم چندین ساله که داره زیان تولید میکنه، اصلا خیلی وقتا میخواستن بفروشنش و بفروشنش به یه شرکت دیگه، به یه کشور دیگه اصلا
که دیگه بیخیال توشیبا بشن، ولی دولت ژاپن این اجازه رو نداد. گفتش که حتی ما شده این شرکت رو به هر قیمتی سر پا نگه می‌داریم با اینکه داره زیان تولید میکنه، چون که بحث تولید آیسیه و اگر مشکلی برای تایوان به وجود بیاد ما حداقل توشیبا رو داشته باشیم. درسته که تکنولوژیمون به اندازه تایوانیا نیست، ولی بالاخره میتونیم یه کارایی انجام بدیم. خلاصه ماجرا اینه که این تایوان به این جهته که خیلی مهمه و گفته میشه که اگر در تایوان جنگی رخ بده یه چیزی نزدیک به 14% روی اقتصاد دنیا تأثیر منفی میذاره. مثلا یک جنگی مثل جنگ روسیه و اوکراین حدود 2% روی اقتصاد جهانی تأثیر منفی گذاشت. یا مثلا اگر ایران وارد جنگ بشه با یک کشور دیگه یه چیزی نزدیک به 0.7% بر روی اقتصاد جهان تأثیر منفی میذاره. اما یک کشور مثل تایوان تا 14% میتونه تأثیر منفی بذاره. داستان حالا چیه که آمریکا هی داره از تایوان دفاع میکنه؟ ببین عزیزان، فکر نکنید که آمریکا مثلا دلش میسوزه برای یک کشور که بگه آخه مثلا مردمش نکنه برن زیر پرچم چین کمونیست. نه، اصلا آمریکا دلش نمیسوزه برای کشوری، بیشتر از همه دلش برای مردم خودش میسوزه. آمریکایی‌ها گفتن که اگر یک زمانی مثلا چین حمله کرد به تایوان یا مثلا یک موشکی از چین شلیک شد، صاف این موشک خورد وسط شرکت TSMC، ما قراره چه کاری انجام بدیم؟ به همین جهت یه سری پیشنهادهای خیلی خوب به شرکت TSMC و دولت تایوان داد. گفت که شما بیاید در خاک آمریکا تراشه‌هاتون رو تولید کنید با فناوری زیر 10 نانومتر، مخصوصا تاکیدشون روی 2 و 3 نانومتره و که اگر مثلا یک موقع خدایی نکرده چین مثلا یه موشکی زد داخل تایوان و TSMC رفت رو هوا، ما بیچاره نشیم. تایوان یه کار خیلی قشنگ انجام داد. گفت که نه، بچگی رو وردی فکر کردی که من میام فناوری 2 نانومتری رو داخل خاک آمریکا تولید میکنم که اگر چین به من حمله کرد دفاع نکنی. به خاطر همین گفتش که با فناوری 5 و 6 نانومتری هیچ مشکلی ندارم، اینا رو میارم در خاک آمریکا تولید میکنم و از این بابت هیچ مسئله ای نیست. اما فناوری 2 نانومتر و 3 نانومتر رو به هیچ عنوان وارد خاک آمریکا نمی کنم، اینو داخل تایوان نگه میدارم و تولید میکنم که اگر چین حمله نظامی کرد به جزیره تایوان شما مجبور باشی برای منافع خودت هم که شده بیای و از تایوان دفاع کنی. به همین جهته که حمله نظامی چین به تایوان همونقدر خطرناکه که یک کشور بیاد مستقیما حمله نظامی به خاک آمریکا کنه. یعنی تایوان انقدر از نظر استراتژیک مهمه برای آمریکا. از این جهته که میبینی تایوان تا دندون مسلح، همش هی داره تجهیزات نظامی میخره و دنبال جنگ هم به هیچ عنوان نیست. تایوان همیشه دفاعی رفتار کرده و سعی کرده از تنش جلوگیری کنه. مردمش هم به شدت ضد کمونیستن و هر کسی هم که در تایوان به قدرت برسه ضد حزب کمونیست چینه. چند سری هم تلاش کرد تایوان که رابطه دوستی با چین برقرار کنه، اما همیشه اون جمهوری خلق چین، اون در حقیقت حزب کمونیست چین، به دنبال این بود که تصرف کنه تایوانو، یعنی دنبال مثلا یک رابطه دوستی که با مشکل همراه نباشه نبود. همین الان هم بزرگترین صادرکننده به میشه گفت بیشترین حجم صادرات تایوان که حدود 26% میشه به کشور چینه. پس فکر نکنید که این دوتا چون که مشکل دارن دیگه قهر کردن هیچ صادرات وارداتی انجام نمیدن. 26% صادراتشو داره به چین انجام میده تایوان و از این جهت هم 17-18 اقتصاد بزرگ دنیا هست و گفته هم میشه که تا سال 2032 دست کم شرکت TSMC در زمینه تولید تراشه توی دنیا در رتبه اول باقی خواهد ماند. حالا 2032 به بعد ممکنه که مثلا سامسونگ جاشو بگیره یا کشورهای دیگه وارد عمل بشن، ولی میگم تایوان الان اوله با یک اختلاف چند ماهه
میشه گفت سامسونگ دومه در کره جنوبی. آمریکا و ژاپن هم حالا آمریکا رو اگر بخوام عرض کنم 2 تا 3 سال، فکر میکنم ژاپن اختلافش نزدیک به 5 ساله، چین هم نزدیک به 3 سال شده الان، 3-4 سال شده اختلافش با تایوان، و روسیه هم که دیگه 13 سال دست کم فاصله داره که هیچ خطری به حساب نمیاد. روسیه حتی اون جنگنده های نسل پنجمش هم اونقدر تعدادش زیاد نیست که مثلا بخواد خطرساز بشه از نظر هم نظامی هم تکنولوژی، با آمریکا فاصله داره. این داستان کشور تایوانه و اینکه آمریکا چرا هی درگیره، هی آماده هست که اگر جنگی رخ داد سریع وارد عمل بشه، دلیل اصلیش اینه. حالا ترامپ داستانش چیه؟ ترامپ میگه که تایوان باید پول بده که ما ازش دفاع کنیم، هزینه نیروهای نظامی ما رو باید بده برای دفاع، و دنبال اینه که فشار بیاره به در حقیقت شرکت TSMC و تایوان که این 2 نانومتر رو بیارن در خاک آمریکا تولید کنن. چون اگر تایوان قبول کنه که فناوری 2 نانومتر و 3 نانومترش رو بیاره در خاک آمریکا تولید کنه، اگر جنگی صورت بگیره دیگه برای آمریکا خیلی مهم نیست که این جزیره تایوان قراره که چه اتفاقی براش بیفته. و تایوان هم کماکان داره مقاومت میکنه، میگه که به هیچ عنوان نمیارم تا شما بخوای و نخوای مجبور به دفاع باشی از تایوان. خلاصه داستان این کشور و این جزیره کوچولو موچولو اینه که برای دنیا خیلی خیلی اهمیت زیادی داره. اگر هم سوالی دارید میتونید بپرسید، تا اونجایی که بلد باشم بتونم بهتون جواب میدم. خوشحال میشم که نظرتون هم در مورد این پادکست به من بگید.